لحظه دیده شدن جیجی بوفون تو 17 سالگیش رقم خورد. وقتی نویو اسکالا سرمربی وقت پارما تصمیم گرفت جلوی میلان از گلر سومش استفاده کنه. بین همه بزرگای اون تیم جیجی تو لحظه درست سر جاش بود و فیکس شد. نگین درخشان اون تیم پرستاره بود. جام یوفا و حذفی ایتالیا رو بالای سر بود. تو تورین همه به دینوزوف می‌بالیدن. جایگاهشون قدر بالا بود که حتی تصور اینکه روزی کسی بهش برسه محال بود. اما بوفون برای انجام کارهای نشدنی ساخته شده بود. قصه جیجی بوفون یوونتوس قصه وفاداریه. قصه کسی که تو سخت‌ترین روزا با اونها تا دسته دومم رفت. قصه بهترین دروازه‌بان دنیاست که نمیخواست تیمی که به قول خودش همه چیزش رو از اون داشت تنها بذاره. قصه باور نکردنی ترین مهار تاریخ فینال لیگ قهرمانان. بیش از تعداد انگشتان دو دست فوتبال ایتالیا قهرمانی به دست آورده. جام جهانی 2006 بهترین روزهای فوتبالش رو ساخت. رسوندن تیمش به بالاترین افتخار ممکن تو فوتبال یه مهار شگفت‌انگیز کنار گذاشته بود.